سلام دوستان، با یه ویدیوی دیگه در خدمتتون هستم. امروز میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که آیا خداوند با بنده هاش صحبت میکنه؟ از چه طریق صحبت میکنه؟ اگه صحبت میکنه از چه طریقی؟ نمیدونم برای شما اتفاق افتاده نیفتاده، ولی برای من که خیلی اتفاق افتاده. از طریق خداوند از طریق گوناگون با هم صحبت کرده. انسان هرچی با خداوند تعاملش بیشتر باشه، راز و نیازش بیشتر باشه، کمک خواستناش بیشتر باشه، صحبت کردناش با خدا بیشتر باشه، خداوند بیشتر باهاش صحبت میکنه. مثلا اگه میخواین که خداوند باهاتون صحبت بکنه، باید تعاملتون با خداوند خیلی زیاد باشه. باید بیشتر شکرگزاری بکنین، بیشتر راز و نیاز کنین، بیشتر باهاش حرف بزنین. اون وقت میفهمین که میبینین که خدا هم با شما صحبت میکنه. امروز میخوام یه داستانی رو تعریف کنم راجع به همین موضوع که مال 2-3 سال پیشه. 2-3 سال پیش من داشتم از سر کار برمیگشتم خونه، سوار ماشین بودم، 2 خانم هم کنارم نشسته بودن. با هم دیگه صحبت میکردن فهمیدم که اینا ایرانی هن. و اونجا انگار یکی برگشت به من گفتش که با اینا صحبت کن. حالا من اصلا عادت ندارم با کسی صحبت کنم توی ماشین، مثلا وقتی برمیگم یا اصلا توی خیابون یکی رو میبینم بخوام باش صحبت بکنم، این عادت رو ندارم. ولی اون روز انگار که مثلا یکی گفتش که با اینا حرف بزن. بعد اونا داشتن دنبال یه آدرسی میگشتن، انگار مال یه منطقه دیگه بودن، میخواستم برن یه جایی که تا حالا نرفته بودم و دفعه اول بود و بلد نبودم. من تو دل خودم گفتم خب من الان چجوری با اینا صحبت کنم، چی بگم، یه دفعه نه میشناسمشون نه چیزی. گفتم که با این جمله شروع کردم، گفتم که میخوایم برین این آومه، اسم آومه رو گفتم و اونام گفتن آره. گفتم من میشناسم، اتفاقا من میخوام اونجا پیاده بشم، کمکتون میکنم، راهنماییتون میکنم. گفتش که دستتونم در نکنه، مرسی و اینا. دیگه از اینجا ما صحبت رو واز کردیم و شروع کردیم صحبت کردن. من هنوز که هنوزه فکر میکنم یا من اصلا چرا مثلا این حرفا رو با اون خانم زدم. شروع کردم یه سری حرفایی رو گفتم که اصلا انگار که این افسانه نبود که صحبت میکرد، انگار کسی دیگه ای داشت با من صحبت میکرد راجع به این که آره خدا و نمیدونم همین کمک میکنه، اصلا شما نیاز نیستش که فکر بکنی و خودش بهترین مشاوره ها رو داره و اینجور حرفا. همینجوری صحبت کردم تا خانم هم گوش میکرد، میگفت بله درسته. من فکر میکنم یه نیم ساعت 40 دقیقه من صحبت کردم راجع به همین خدا و اعتماد و نمیدونم از این حرفا. بعد که دیگه تقریبا نزدیک شده بودیم، آخرش برگشت گفتش که خیلی ممنون که مثلا این حرفا رو گفتین. من الان 2 ساعته دارم راجع به یک موضوعی با خدا مشورت میکنم و از خدا جواب میخوام و الان شما با این حرفایی که زدین من جواب خودم رو گرفتم، الان میدونم که دیگه باید چی کار بکنم. خلاصه و تو خودم یه خورده فکر رو رفتم، گفتم نگاه کن این حرفایی که من میزنم اصلا حرفای من نبوده. آقا چه لزوم داره کسی رو که نمیشناسی یه دفعه بیای این حرفا رو بزنی؟ اونجا فهمیدم که این حرفای من نبوده، این زبان خداوند بوده که از طرف من گفته شده به اون خانومه که از خدا کمک میخواسته، مشورت میخواسته. این یه داستان کوتاه بود که اینکه خدا با بنده‌هاش حرف میزنه. آره عزیزان، خدا با بنده‌هاش حرف میزنه به یه شرط، به شرطی که شما بخواین که حرف بزنه. شما مثلا نیاز یه کاری رو میخواین بکنی، نیاز به مشورت دارین، مثلا میگه خدا یا من میخوام این کار رو بکنم ولی خب مشورت تو برام لازم، نمیدونم باید چیکار کنم، نمیدونم چه تصمیم بگیرم، یعنی واقعا موندم، از کسی دیگه هم نمیخوام کمک کنم. من مثلا همیشه همینو میگم خدای من میخوام این کار رو بکنم، نیاز به مشورتت دارم، تو که میدونی من از کسی دیگه مشورت نمیگم، فقط خودت، پس به من یه مشورت بده، بگو باید چیکار کنم، چه راهی رو انتخاب کنم. اون وقتی که خدا با شما صحبت میکنه.
و حالا ممکنه که یک تلفنی به شما بشه، مثلا از طریق اون تلفن به جواب برسین. ممکنه که یک کتابی به دستتون برسه، از طریق اون کتاب به جوابتون برسین. ممکنه خدا یک آدمی رو سر راهتون قرار بده که از طریق اون آدم یه حرفایی رو بزنه که مثل اون حرفایی که من به اون خانمه گفتم، از طریق اون حرفا به جوابتون برسین. راهاش مختلفه، ولی اینو همیشه در نظر داشته باشین. وقتی که مشورت میکنین با خداوند و منتظر جواب هستین، مطمئن باشین که جوابتون رو میده، ولی شما باید به اطرافتون با دقت نگاه کنین برای گرفتن اون جواب. گفتم یا ممکنه یه کتابی به دستتون برسه که جوابش تو اون باشه، یا ممکنه یکی زنگ بزنه تو تلفن باهاتون صحبت کنه. مثلا یه دفعه یه موضوعی رو برای من خیلی پیش اومده، مثلا مشورت خواستم، کمک خواستم از خدا، کمک فکری. بعد مثلا یکی زنگ زده بدون که اصلا من چیزی بهش بگم، شروع کرده راجع به همون موضوعی که من به خدا گفته بودم و ازش مشورت خواستم توضیح داده به من، و من اونجا جواب خودم رو گرفتم که باید چیکار بکنم. پس به اطرافتون خیلی دقت بکنین وقتی که با خداوند مشورت میکنین، چون که خداوند صداتون رو میشنوه و پاسخ میده. خیلی قشنگم جواب میده. همین دیگه. اطمینان داشته باشین به خداوند، جوابتون رو میگیرین، مطمئن باشین و به نشونه های اطرافتون با دقت نگاه کنین. همیشه اگر منتظر یه جوابی از خداوند هستین، حتما به اطرافتون با دقت نگاه کنین و به نشونه ها توجه بکنین. لایک و سابسکرایب یادتون نره عزیزان. زنگوله هم بزنین تا ویدیو جدید منتشر میشه متوجه بشین. تا دیدار بعد یه ویدیوی دیگه، همتون رو به خدا میسپارم. خداحافظ.